خیلی خوب. چی میشه اگه به جیمز وب بگیم که تا دورترین نقطه‌ای که میتونه در فضا زوم کنه، جایی دورتر از میلیاردها کهکشان؟ این خواسته ما تنها برای جیمز وب یک معنی داره. ما در واقعیت ازش خواستیم که به گذشته نگاه کنه. برای مثال کهکشانی که 1 میلیارد سال نوری از ما دوره، در حقیقت مربوط به 1 میلیارد سال پیشه، و یا 13 میلیارد سال نوری مربوط به زمانی است که جهان تازه شکل گرفته بود. وقتی که تا این مسافت‌ها رو زوم میکنه متوجه میشیم که جهان شکل متفاوتی داشته. کهکشان‌ها به هم ریخته، بی‌نظم و خیلی کوچک بودند. اندازه کل جهان شاید 2 میلیارد سال نوری وسعت داشته، در حالی که امروز 93 میلیارد سال نوری وسعت داره. نورهایی که داریم میبینیم هیچ کدوم مربوط به امروز نیستند. ما در واقعیت داریم به گذشته نگاه میکنیم. تمام تاریخ جهان ما درون کیهان ثبت شده. فقط کافی است که به نقاط دورتر نگاه کنیم. اگه دقت کنید در عکس‌های هابل رنگ قرمز رو کمتر میبینیم. در واقعیت داریم مسافت‌های نزدیکتری رو میبینیم. اما جیمز وب میتونه تا دورترین نوری که در کیهان هست رو هم ببینه. هرچه کهکشان آبی رنگ به نظر بیاد، به معنای اینه که فاصله کمتری با ما داره و هرچه قرمزتر به نظر بیاد فاصله دورتری رو نشون میده. طول موج رنگ آبی کوتاهه و زود شکسته میشه، اما نور قرمز آخرین طول موجی که شکسته میشه و حتی در فاصله های 13 تا 14 میلیارد سال نوری هم خودشو نشون میده. برای همینه که دانشمندان دنبال جایگزین خوبی برای هابل بودند. خیلی خوب، اما چی میشد اگه جیمز وب رو میفرستادیم به فاصله 4 سال نوری از زمین و بهش میگفتیم که حالا به ما نگاه کن، به نظرتون اون چی میبینه؟ 4 سال پیش روی زمین وقتی که کووید تازه همه گیر شده بود رو میبینه. اگه بفرستیمش به 2 میلیون سال نوری دورتر از زمین، اون تصاویر اولین انسان‌های روی زمین رو برای ما میفرسته. اگه بهش بگیم که برو به 66 میلیون سال نوری، تکه سنگ بزرگی رو میبینه که داره یک راست میاد تا دایناسورا رو از بین ببره. اگه 5 میلیارد سال نوری دورش کنیم، دیگه نمیتونه زمین رو ببینه، چرا که هنوز زمین در فضا ساخته نشده. تنها چیزی که میبینه خورشیده که داره آروم آروم از دل گاز و غبارها به کهکشان اضافه میشه. و اگه 13 میلیارد سال نوری دورش کنیم، یک نور کوچک قرمز در فضا میبینه. اون کهکشان راه شیری است که داره دوران کودکی خودش رو سپری میکنه. نور خیلی عجیبه. اگه میتونستیم درکش کنیم و یا به سرعتش دست پیدا کنیم، میتونستیم تمام تاریخ گذشته زمین و جهان رو در فضا ببینیم. به نظرتون امکان داره درون کهکشان ما کسی به همچین قدرتی دست پیدا کرده باشه؟ و یا اگه شما میتونستید دوست داشتید کدام دوران روی زمین رو از فضا ببینید؟ خیلی خوب، بیایید بریم به قلب بهترین جاهایی که جیمز وب در این سالها تونسته بهمون نشون بده. و نخستین شگفتی هم همین جاست. خوشه کهکشانی در فاصله 4 میلیارد سال نوری دورتر از زمین. این همون خوشه معروف است که تلسکوپ هابل کشفش کرده بود. اما به لطف دوربین‌های قدرتمند جیمز وب این خوشه رو با دقیق ترین جزئیاتش میتونیم ببینیم. حتی تونستیم صدها کهکشان قدیمی‌تر پشت این کهکشان‌ها پیدا کنیم. و چیزی که خیلی جالبه، تلسکوپ هابل چند هفته به فضا نگاه کرد تا بتونه همچین چیزی رو ببینه. اما برای جیمز وب تنها 12 ساعت زمان بود تا چیزی بهتر از هابل رو بهمون نشون بده. دومین شاهکار کهکشانی است با 2 حلقه به نام کارتویل گالاکسی و یا کهکشان چرخ دستی در فاصله 500 میلیون سال نوری تا زمین. برای اولین بار در سال 1941 کشف شد، اما در اون زمان هیچ جزئیاتی ازش نمیتونستیم ببینیم، تا اینکه همین چند سال پیش تونستیم یک حلقه کوچک در مرکزش و حلقه بزرگتری در اطراف اون رو به خوبی ببینیم. دانشمندان میگن تقریباً 400 میلیون سال پیش 2 کهکشان با همدیگه برخورد کردند و امروز به این شکل دیده میشن. اگه خوب دقت کنید توی این تصویر مقدار زیادی گرد و غبار داغ و درخشان در قلب اون میبینید که از درونش ستاره‌های جوان به کهکشان اضافه میشن. خیلی خوب، بریم به ماه جولای 2022. جیمز وب آخرین روزه زندگی یک ستاره رو تماشا کرد. جایی به بزرگی چند هزار سال نوری، گازهای داغ و رنگی که درون قلبش یک ستاره برای آخرین بار میدرخشه. ساوتر رینگ نبیولا و یا سحابی حلقه جنوبی.
جایی به فاصله 2000 سال نوری. این یکی رو هم هابل قبلا بهش نگاه کرده بود، اما این کجا و این تصویر کجا؟ اون ستاره وسطی در گذشته 3 برابر بزرگتر از خورشید بوده و حالا به یک کوتوله سفید تبدیل شده. این در واقع آینده خورشید هم هست، شاید یکم کوچکتر، اما تقریبا به همین شکل در انتظار خورشید خواهد بود. توی تصویر جیمز وب میشه لایه لایه گاز و غبارهای اونو دید. از تفکیک رنگ‌ها تا درجه گرمای هر بخش رو به خوبی میشه دید. نورهای متمایل به آبی جاهای خیلی داغ و نورهای متمایل به قرمز جاهای خیلی سرد رو نشون میدن. و 4مین هنرنمای جیمز وب این تصویره به نام L1527، انفجار یک سوپرنوا در فاصله 460 سال نوری تا زمین. به نحوه ساختن این سوپرنوا دقت کنید. به جای اینکه در تمام نقاط منفجر بشه، تنها در 2 نقطه منفجر شده و یکی از خاص‌ترین سحابی‌های کیهان رو به وجود آورده. 5مین جایی که خواهیم دید سحابی NGC 3324. روی این لبه رو با دقت نگاه کنید. اینجا مهد کودک ستاره هاست. 10 ستاره کودک تازه متولد شده از دل این گازها ساخته شدن و دارن برای اولین بار پا به کیهان میگذارن. یکی دیگه از مهد کودک ها پیلارز آف کریشن نبیولا و به فارسی سحابی ستونهای آفرینشه. 6500 سال نوری از ما فاصله داره و میشه از پیکر آسمانی عقاب پیداش کرد. چیزی مانند برج‌های سه‌قلو که هر کدومشون 4 تا 5 سال نوری ارتفاع دارند. نوک برج دوم رو ببینید. شبیه آتش فشانی که ازش مواد مذاب فوران میکنه روشن شده و این تنها یک معنی برای ما داره. اونجا کارخونه تولید ستاره است. اما چه خبر از زندگی در جهانهای بیگانه؟ آخرین سیگنالایی که جیمز وب به زمین فرستاده خیلی مشکوکند. اون رفته سر وقت یک سیاره عجیب که احتمال داده میشه اونجا زندگی جریان داشته باشه. داستان از اونجای شروع شد که همه داشتن از وجود بیگانگان در جای دورتر از زمین میگفتند. برای همین دانشمندان جیمز وب رو به سمت یکی از سیاره‌هایی که از همه مشکوک‌تر بود چرخوندند. اونا میخواستن بدونن که این تلسکوپ اونقدر توان داره که بتونه یک زندگی رو پیدا کنه یا نه. دانشمندان برای آخرین بار از جو زمین مقداری مواد تشکیل دهنده زندگی رو برداشتند. چیزایی که زندگی روی زمین رو ساختند: متان، اکسیژن، دی اکسید کربن، نیتروژن و کلروفلوروکربن هاست. و با موادی که جیمز وب از یک سیاره در فاصله چندین سال نوری دورتر از زمین دریافت کرده بود مقایسه کردند. حالا نتیجه این کار دانشمندان شگفت‌انگیز شد. سیاره‌ای که 40 سال نوری از ما دوره، تراپیست 1E، و سیاره‌ای که 120 سال نوری از ما دوره به نام K218P. 2 جهانی که باید مقدار زیادی هیدروژن در جوشون و اقیانوسی از آب روان در سطحشون داشته باشند. جیمز وب تونست با دقت بیشتر متان و کربن دی اکسید هم پیدا کنه و چیزی که K218P رو خاص‌تر از تمام جهانهای بیگانه میکنه مولکولی به نام دی متیل سولفیده. مولکولی که نمیتونه خود به خود و بدون کمک موجودات زنده ساخته بشه و روی زمین تنها حالتی که میشه اونو ساخت به کمک فیتو پلانکتون هاست. همون جاندارانی که از روز اول زندگی در زمین وجود داشتند و کمک کردن تا ما و تمام موجودات روی زمین به تکامل برسیم و هنوز هم به زندگی خودشون ادامه میدن.